Uzbekistan, Imom Nazarov Ibrohimjon, Tajikistan, вес 66 килограмм, татами номер 2. درود و سلامی گرم ما دوستانی عزیز. این نوبت از ناحیه دنغره مجمع بزرگ ورزشی استقبال از جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان که اینجا مخلصان هستند و اولین جفته که میبینیم در حال این پهلوان مغول است. سیم بازار انخاتیوان پهلوان مغول با جداگی سفید بر مقابل مصطفی نوروف در وزن زیر 60 کیلو در اولین دیدار میان هم مبارزه میبرند. جمعه شهیدوف به حیث داور مرکز، اولین جفت میان پهلوانان تا 60 کیلو. این مصطفی نوروف است. مصطفی که از خوردی در گشتن سامبو و در گشتن جدا لالاخانوف جمشید استادی است و استادش در نزدیک بود. خب این باشد پهلوان مغول است. انخاتیوان است پهلوانی که در وزن تا 60 کیلو مقابل مصطفی مبارزه میبرد. پهلوانان مغول است جهت فیزیک بسیار پرقوت هستند و ما باوری داریم. او لالاخان جمشید هم میبینیم که شاگرد خود را برآورده است در کرسی مربیگی نزدی او قرار دارد و این مصطفی که چندین سالهای اخیر من در نوار هم مربی او را لحظه دیدیم. برای برآمدن شاگرد لالاخانوف جمشید لالاخانوف برای تربیت کردن شاگرد سالها به قول دیگر خون جگر خورده است که این شاگرد برایت و نبرد رو آغاز کنه. یک و یک بار برآمد بر مقابل پهلوان مغول. خب می رویم اکنون به دیدار این نبرد. جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان گشتن جندا مصطفی حالا مصطفی برای داشتن رقیب مغولش قوی است. از کنار کبود یا با جداگی کبود گشتن میگیرد. برای پای اولین ضربه های پایی خود را به کار میبرد ولی باید احتیاط کند. اوه انا اکنون پهلوان مغول نیوازه را به کار بردنی است. مصطفی را زمین میورد و انخاتیوان حالا دوباره فکر میکنم مته میده. بار دیگر علاکه انخاتیوان اینجا پایخست کرده است گریبان ضعیف مصطفی رو و همیشه او را زمین میورد. اثر نو
در وزن تا 60 کیلو یک پهلوان مغول حالا که گوشتین میگیرد است، یک پهلوان ازبک است و یک پهلوان روس. 3 نفر هستند، دیگر همه پهلوانان ماست. نه این از جانب مصطفی فعال شتک می شود. میتواند که در اینجا حالت اسایکومی هم برای پهلوان مغول نزدیکتر باشد. خب اکنون حالا اولین لحظه ها مصطفی فعال بود و فعالیت حالا میگذرد به جانب انخاتیوانی مغول. سومیا بازار با جداگی سفید این پهلوان مغول سر کتف رو اختیار کرد. اوه آن اکنون اولین حرکت مصطفی بسیار موقعش خوب بود. مصطفی را اینجا امکان 100% برای پهلو آوردن لااقل رقیب داشت. مصطفی اولین شیدا رو برای انختایوان نشان میدهند. دوم برای نوبت وزاری است. آفرین مصطفی عالی کار کرد. انمی شجاعت و سرعت افزایی برای مصطفی امکان دارد. حالت اسایکومی آوردن مصطفی امکان پذیر بود. خب آفرین برای مصطفی حالا لازم است که او قدر جاه نکند، وقت رو از دست ندهد، این وزری رو نگاه دارد. مهم این وزری رو نگاه داشتن برای مصطفی خیلی مهم است. یک بار دیگر می روند. حالتی کمر داشتن و مصطفی دقیقه رو باید احتیاط کرده گشتن گیرد. شاید کمر داشتن برای مصطفی خطر داشته باشد. حالا حالت کمر داشتن رو دائما مغول پهلوان پیشرو میکند. احتیاط، کمتر از 1 دقیقه دیگر است، باید مصطفی احتیاط کند. اگر از اون لحظه نیاید، اگر یک وزری برای این پهلوان مغول میسر گردد دیگر اوه فارین نوبت دیگر حرکت مصطفی شتاب هم نکند و سراسیمه هم نشود. باید مصطفی وقت رو خوب است، این وقت رو کشال دادن برای مصطفی خوب است، فقط احتیاط باید کرد. حالا نظر مصطفی با تابلو است برای باقی وقتی که بحریان ها تابلو نشان میدهد. نه این خوب است. بگذار برای مصطفی احتیاط کند وقت رو از دست ندهد، اما احتیاط کند. یک بگذار شیدای دویم برای مصطفی اونقدر خطر ندارد. شیدای دویم هم برای خطر ندارد و این مغول پهلوان این حالت بسیار خطرناک است. هیچگاه بغل نگیرد رقیب را مصطفی. این بغلاری بسیار خطر دارد. حالا دوباره برای بازپس این پرتاب رو میبینن که اگر وزری باشد مصطفی کارش مشکل می شود. دوباره از حالت داشتن اینجا رخلین است، نه میگوید دوباره برای داشتن و مغول پهلوان 6 ثانیه دیگر حرکت میکنه. این برد مصطفی است، خوب است. آفرین جمشید لالخانوف خرسند شد. جمشید لالخانوف که شاگرد مصطفی رو
تربیه کرده بود. بالاخره در مقابل پهلوان مغول درخشید. آفرین. خیریت که در لحظه اخیران این پهلوان مغول فهمید که کمر داشتن برای پهلوان ما خطر دارد. از این قدر اگر بر وقت رو این کارو میکرد برای مصطفی مشکل تر میشه. ولی مهم مصطفی در وقت اساسی توانست که رقیب رو یک پهلو افتاند. این پهلویی که وزره بود 100%. اکنون دوباره جفتین جدید می آید به میدانی. این دو پهلوانی که هر دو تاجیکستانی هستند. سیدزاده محمد از کنار سفید با جداگی سفید بر مقابل عبدالمنان شریپوفی که تحت رهبری استاد صدرالدین عابدوف تمرین گرفته است. حالا اکنون این پهلوان جداگی کبود پوشیده بر مقابل سیدوف. شریپوف معلم صدرالدین عابدوف شاگردان زیاد رو تربیت کرده است. من جمله قهرمان جهان گشتن سامبو دست پرور استاد صدرالدین عابدوف است. نه این حالت پای قلف انداخته است. ضیاءالدین بازاروف محمد سیدزاده از این خاطر هیچ کار شریف کرده نمیتواند. آن اکنون برعکس حال می شود. حالت اسیکامی برای پهلوان جداگی سفید پوشیده میسر می شود. سیدزاده رقیب را بغل می گیرد. عمل از داخل بود. 8 ثانیه 8 ثانیه امتیاز نیست. 8 ثانیه فقط 2 ثانیه دیگر باقی مانده بود تو در اینجا راهی محمد سیدزاده شده می گردید. برای عبدالمنان شریپوف چی شده باشد؟ حجمه داور اکنون دوباره مردم را با دوباره پهلوان را با هم رو برآورده است و صدای مردم ناحیه دنغره برای مخلصی تاجیکان در دور اول خیلی خوب صدا میداد. نه سر نو رو با یک دیگر می شوند. سیدزاده شدوی اول برای شریپوف یک طرف کشتین گرفته نشان میدهد داور مرکز. سیدزاده نزدیک. حالت بسیار خطرناک برای هر دو و ضربه برای شریپوف هرچند سرعتناکی کمتر بود و حالت له دادن دست از جانب شریپوف میتواند که این حالت را با اسیکامی بیارد ولی از دست. مهم یک وزری به سود پهلوان یک تک کبود یا جداگی کبود پوشیده عبدالمنان شریپوف. ماتی است. یک بر یک برای پهلوانان شیدو است.
Приготовиться Шакиров Насрулло, Узбекистан, Богер Сухров, Таджикистан. یک وزره حالا امیدی عبدالمنان شریپов را زیادتر کرده است نسبت به رقیب برای راحت به قسمت های منبعده. Шакиров Насрулло, Узбекистан, Богер Сухров, Таджикистан. اثر نو چند ثانیه دیگر در اختیار دارند و این ثانیه ها شاید در زمین هم سپاره شدند و این بردی عبدالمنان شریپов است. اما شریپov باید در دوره های دیگر خوبتر گشتین گیرد. عبدالله کوکنشایف مقابل خورشید کریمov بعد از چند لحظه با تتم رقم 1 میبرایند. گشتین تازه میان عبدالله کوکنشایف و خورشید کریمov آغاز شد. کوکنشایف جداگی صفحه دارد و کریمov خورشید باشد با جداگی کبوت میان همدیگر گشتین گرفتن آغاز کردند. اولین لحظه های گشتین برابر است میان این جفت. اوهو پشت پای کوکنشایف یک ضربه پایی کریمov قریب بود که او را پهلو آورد. کریمov برای حالت اسیکومی آوردن خیلی زحمت کشید ولی موفق نشد. سر نو حرکت های پهلوانان برای باز هم نزدیک آمدن. نوبت دیگر رو بروی یکدیگر آمدن پهلوان ها را وادار می سازد که مقابل یکدیگر خوب گشتین گیرند.
گوشتینه که برابر است اولو افسریت میان این پهلوانان دیده نمی شود. فرقیت میان این پهلوانان کم به چشم می رسد. اولو مجبور است رفر برای پهلوانان شیدا نشان دهد. استاد محمد شریف سلیمانوف در اینجا حضور دارد میان مخلصان و از نبرد پهلوانان دیدن میکند. این گوشتینه که نه اونقدر شیردار است یا به قول دیگر اونقدر شور و شوق دارد. در جام پرزیدنت باید گوشتینه گرفت که مثل این جام درخشش باشد. محمد عبدالرحمنوف سرمربی منتخب جمهوری تاجیکستان از گوشتین این جفت هم اونقدر خوشنود نیست. عبدالرحمنوف که گوشتین گرفته است با چهره های جهان گوشتینی جدا، من جمله تد رینر حتی 4 دقیقه گوشتین گرفته است و فقط حالت شیدا عبدالرحمنوف را از میدان برآورده است. وگرنه با تد گوشتین گرفتن محمد هم گوشتینی خوب میگرفت. حالا داور مجبور است که پای یکدیگر به این جفت پای هم کردهای زرد را نشان دهد. وقت Agolonsko تشکر به کارگردان امروزه این مسابقات بین المللی که اللحظه از گوشتین بعضا حالت دلگیر کننده ما رو با چهره های محبوبی عالم گوشتین آشنا میگرداند. این هم خوب است که بعضا وقتی یک گوشتین بسیار دور و دراز در حالت توقف می شود که حالت چهره ها را نشان دادن همین یا خاطره از گوشتین آنهاست. گالونسکا 44 ثانیه پشت سر شده است ولی حال حاضر کسی را پیش یا خفان آورده است. این دویمین شده برای کوکان شویف. شیدا این جفته که گویا با شیدا دوست باشند، نزدیک هستند، هر دو دوستدار شیدا 2-2 است. نه با این شیوه گوشتین در مسابقه های بین المللی گوشتین گرفتن برای این جفت خیلی مشکل خواهد بود. یا هر دو بسیار پرزورند یا هر دو کم از تاکتیک های گوشتین جدا با خبر هستند.
اما گمان میکنم که وارنت دویم برای اینها نزدیکتر است. عبدالله کوکنشویف، خورشید کریموف پهلوانانی که در وزن زیر 60 کیلو حدود 6 دقیقه گشتین میگیرند. عجمه برای ادامه گشتن وزن تا 60 کیلو میان پهلوانان سفید پوش و جدایی کبود ببر کرده. نه، این روش گشتن برای این دو پهلوان نه اونقدر زیبنده است. کوکنشویف از رقیب ضعیفتر میتواند. احتمال است که شیدای دویم را برای این پهلوان یک تک سفید پوشیده نشان دادنش. حالا کریموف برای سمت دیگر آوردن حریف حرکت دارد. تسلیم نمیگردد ولی بسیار گشتنش غیر قناعتمند است. یا غیر. تشکر. ما هم بعضا روی نوار میشیم. بسیار سپاس برای نفرانی که با ما هستند و ما را همراهی میکنند. فقط ما عموما تلویزیون ورزش با خاطر فراغت شما هم دیوران عزیز این مسابقات را پیشکش میگرداند، چون شما در این روزها در این عرفه جشن زبان ملی که ما با او زبان سخن میرانیم، در عرفه این زبان و هستی این زبان شما نیز بهره‌ور از گشتن جدای جهان با زبان ناب تاجیکی که این مسابقات به خاطر این روز زبان و بهر به دست آوردن جام عالی قدر ما گفتیم، جامی که از پهلوان باید چالاکی، جسوری، غیرت و دلیری را طلب کند، چون که این جام جامی عادی نیست. این جامی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان است و این جام را باید اون نفر شایان و شایسته باشد که به مثل برق درخشد، نه به مثل این جفته که گشتین میگیرند. 9 دقیقه نزدیک است ببینید، ولی بسیار ضعیفانه گشتین میگیرند اینها. یکی برمیخیزد دیگری بشیند، دیگری میشیند و نفر اول برمیخیزد. گشتینه که نه اونقدر قابل دیدنی است.
اجمه دوار گشته و برگشته با ماتیش صدا میدهد. آفرین، خیریت. دیگر زمین کوفتن هیچ سودی ندارد. در 10 دقیقه قریب یک اصول استفاده نبرده، دیگر بعد از 10 دقیقه زمین میکوبید. خب آفرین. کوکنشویف بالاخره کوه رو هم به قول دیگر کند، هرچند کوهی بسیار بلند بود ولی کوکنشویف کوهکن شد. اکنون یک دیدار خوب است. قواتف گشتین میگیرد. این پرتابی آخرانی کوکنشویف بود. از حالت اسایکومی باقی و به حالت اسایکومی قواتف می رویم. اوه، رجبوف زیر چنگال قواتف موند. این هرچند که این صدا و این مخلصی به خاطر باقیف بود ولی هنر قواتف نیست این صداها را شایسته بود. قواتف که قواش خوب است فرق می کند. معلوم است که از رقیب 100% فرق کننده است. حالا می رویم برای ادامه نبرد. قواتف مقابل رجبوف. بسیار اصولی خوب میبرد. 2000 ایپون است. قواتف قوا بلند است. شایسته است نسب را. این لحظه های خاطرمان از نبرد قواتف مقابل رجبوف بود. اکنون می رویم با دیدار محمد خدایف فرزند مربی جوان عزت خدایف مقابل شیرعلی عزیززاده علیزاده نیکترش. خب علیزاده با خدایف گشتین آغاز کردن. گشتین رو محمد قواتف خدایف همین لحظه زمین خواب می رود و حالت لعدادن دستی رقیب را پیشه می کند. اما داوری مرکز برای خدایف اشاره می کند مت ایستید. حجمه از سر نوگشتین گرفتن را صدا می کند. خدایف نوکک در گشتینی ملی هم گشتین گرفته بود. پهلوان خوب بود
حالا اکنون گشتین گرفتنش که کمی مسافه رو دور میبرد، ولی خوب است. این عزت خدایف است، پدر محمد خدایف، نفری که ما درباره‌اش لحظه پیش سخن کردیم. نفس تازه خدایف برای گشتین گرفتن. اکنون بیرون میشد و با حجمه داور آنها میان همدیگر گشتین گرفتن را ادامه میدهند. محمد خدایف در مختلف مسابقه های داخلی و همچنین بین الملل هم گشتین گرفته است. دور می رود، شدای اول برای او تهدید می کند. اولین شدا برای محمد خدایف برای برآمدن از تتمی. دور نرو تا اینکه شدا با او نزدیک نشود. هرچند دور رفتی شدا نزدیک می شود و پرتو باشد. بله نشد هنوز هم. خدایف برای انجام اصول امکان نداشت. سر نو می آیند، با هم مبارزه میبرند، میان یکدیگر حرکت میکنند. حالا خدایف اکنون این نوبت برای کنار گرفتن خود را از چنگال رقیب پیش میبرد. نشست های پای در پای خدایف نتیجه نداد، برعکس حال رقیب رو ورد، ولی این شیوه اسایکومی داشتن هیچ نتیجه ندارد. حالت اسایکومی نوبت از جانب خدایف برای اگر خود را کنار برد، ولی او هم به مثل پیشینا رقیبش نمی شود. این شیوه فکر میکنم برای محمد هم دست نمی دهد. علیزاده با رقیب گشتین دارند. وقت اکنون در گلدن سکو گشتین ادامه می‌یابد. جفت دوم است که میان همدیگر در وقت‌های اضافه مبارزه میبرند.
خدایف مقابل علیزاده در مرحله های اول نبردارند. بالای سر بردن و افتادن پهلوانی یک تک سفید پوشیده امکانیت نداد. حالا ورودی مناسبی نماینده تاجیکستان عبدالشکور این پای در پای پرتاب ها هیچ نتیجه نمیدهد. دو شدا برای خدایف نشان دادند، یک تا برای علیزاده. نه، او خدایفی که ما از پدر برای پسر رو می داشتیم، او خدایف گناهی که پدر میخواهد پسر هیچگاه نشان داده نتوانست. بعضا حالت چنین است، نفری که مربی است شاگردان خوب بهترین شاگردان رو میبرد، ولی بعضا حالت هر مربی خوب هم پسر گوشتینگیری خوب شدن نمیتواند. چند که معلم خدایف نفسی بسیار یک چخور از قلب خود بیرون میکند، ولی اما خاطر است که تمرین های داده او برای فرزند حالا کمک رسان نشدند. باید همه تمرین میکند، رقیب هم مشق میکند و هم امید برای پیروزی دارد. و ببینید حرکت های پای در پای علیزاده. علیزاده حالا امکانیت دارد برای رها کردن پای و حالت اسایکامی آوردن رقیب و جهدیو برای رها کردن پای است. اوه، انا کنون دیدید معلم خدایف از اول محمد معلوم بود که گوشتینش نه اونقدر دلچسب است و بالاخره باخت برای محمد و برد شیرعلی شیربرین می رود. بعد از دیدن لحظه های خاطرمانی نبرد خدایف مقابل علیزاده، حالا جفتی نو امینجان خالف بر مقابل رحمان جمایف، پهلوان ازبک از کنار کبوت است. جمایف رحمان خالف باشد، پهلوان ما با جداگی سفید به میدان می براید.
حالا اکنون پهلوانان تا 60 کیلوهای خود را میبینیم که در مقابل پهلوانان ازبک چگونه میدرخشند. جمایف با خالف حالا فرقیت از دیگر کم هستند. خالف اولین کوشش بالای سر پرتافتن بود، نشد، ولی حرکت بود. این حرکت خوب است. برای دویم باره خالف حرکت کردن، ولی پهلوان ازبک بسیار قوی است، معلوم است. ولی این قوه نزد فنون یا میگوین همون اصول کم به کار می رود. اگر پهلوان زیرک باشد، دانا باشد، پس میتواند که هر لحظه قوه زیاد را هم شکست دهد. اوه، درق گریبان بوقی کردن برای پهلوان ازبک. پهلوان مچ تسلیم می شود. اینجا جمایف پهلوان ما رو طریق گریبان بوقی کرد و تسلیم نمود. اکنون برای گشتین گرفتن در دور اول شهرت غفورزاده از کنار سفید بر مقابل محمد فرید سفرزاده با جداگی کبوت گشتین را آغاز کردند. غفورزاده جداگی سفید دارد و سفرزاده باشد با جداگی کبوت در مقابل او است. براستی در سطح جام بلند پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بعضی از پهلوانانی که گشتین میگیرند حالا سطحشون به این نرسیده است. اولین و زر پرتاب از جانب پهلوان سفید پوشیده غفورزاده است. شاید جوانتر باشند، شاید پهلوانانی باشند که تجربهشون کمتر باشد و شاید از مسابقات ولایتی و از شهری بر ولایتی، از ولایتی بر جمهوری در آنها گشتین گرفته. چهره‌های خوبتر و بهتر برآمد در جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان. این شرف است،
این کار سهل نیست و افتخار هم باید باشد وقتی که در جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان گوشتین میگیرید. باید همون مقام بلند جام را به جا آورده گوشتین زیبا نشان دهی. سفرزاده رو فاروق صابرов مربیش است، اما رو به باخت است. یک وزر برای غفورزاده است. اما از همه مهم در آن است که امروز فضای ادانه‌ای که از جانب فدراسیون جدایی میهن برای این جام گردیده است اینو هم پوشیده نمی شود. باور کنید از 9 مسابقات پیشتر دیده از زمین تا آسمان فرق میکند. این فضا، این شرایط، این تکنولوژی نوی که در اطراف میدان است، از تاتمی تا این همه شرایط آسان باید خوند. آفرین. فقط گوشتینگیری خوب در کار است که در اینجا گوشتینی خوب گیرد تا همین زیبایی جام پرزیدنت را نشان دهد، تا تازه بودن گوشتین جدا و زیبایی این رشته المپی را در مقیاس تاجیکستان نشان دهد. حالا که پهلوانان کم هم باشد از خارج شرکت دارند. فاروق صابرов روی نوار است، مربی که برای سفرزاده صدا میکند. دعوت کرده می شود یقین بختوار تاجیکستان قربان عبدالله تاجیکستان تایید بینم. غفورزاده برای حالت استحکام آوردن تلاشش زیادتر است در زمین. خود همین مسابقات نیست جشنی محسوب می شود، به خاطر که مراتبه دهم برگزار می گردد. این عنعنه گردیده است و این دهمین باشد. این البته جشنی است. چند ثانیه دیگر غفورزاده با سفرزاده گوشتین میگه. این زاده ها یکی یک وزری دارد و دیگری برای زمین آوردن رقیب کوشش میکند. اما غفورزاده چند ثانیه دیگر برای دست بالا شدنش باقی مانده است. دویدن‌های سفرزاده شاید بیهوده باشد. غفورزاده شهرت یار شد در این دیدار. اکنون یک جفتی خوب با میدان میآیند، مخصوصا پهلوان پشتاله.
دوستانی عزیز اکنون میرویم با دیدار جفتی نو. حقداد گلوف، این پهلوان سرعت افزای کشور، با کنجایف اکبر علی گشتین میگیرد. در دوره اول هستند حقداد گلوف پهلوان خوب گشتینگیر بود. قهرمان تاجیکستانی گشتین جدا است. بعضا مخلصان هم از ما پرسان میشن که مثلا یک گزارش بسیار با یک احساسات بلند سخن کردید ولی بعضی احساسات نیست در وضع مسابقات. درست میگوید. این وابسته از گشتین گرفتن پهلوانان است. اگر پهلوانان ما گشتین خوب گیرند ما با احساسات بلند سخن میرانیم، ولی که اگر حدود 10 دقیقه یک جفت گشتین گیرد کجا دیگر احساسات میماند؟ احساسات از هنر پهلوانان وابسته است. احساسات ما اوه حقداد گلوف قریب که پهلو بیاید. کنجایف راوف حکومتوف مربی نیست که شاگردان ضعیف تربیت کند. بسیار حقگو است. هرچند حقداد گلوف شاگرد راوف حکومتوف نیست ولی در حقگویی مربی حقگو من راوف حکومتوف را میبینم. بسیار راست قول است. فدای چنین مربیان و چنین ورزشکارانی میشویم که در گفتار و در عملشان یک هستند. همین راوف است. آفرین که کارگردان در حال احساس دل ما را فهمید و او را روی نوار آورد. خب میرویم اکنون با تماشای گلوف بر مقابل کنجایف. این چند بار است که کنجایف همین بود که فعالی کنجایف بود که برای گلوف شیدو را نشان داده است. داور خوب کار کرد. حقداد گلوف باید بر مقابل چنین رقیبان تکنیکی را نشان دهد که مردم را در حیرت گذارد، چون که او قهرمان است. با گذشت قسمتی از وقت اساسی حالا حقداد گلوف بر مقابل حریف کاری را انجام داده نتونسته است. کنجایف برعکس هجوم‌هایش پای در پای است. ساری بسیار یک عمل شایسته. انامین اوه اینجا کنجایف هم عکس‌ال عمل را با کار میبرد. ضد حمله او کار میکند. مقابل عمل حقداد گلوف حرکت میکند. بر مقابل حرکت دریا حرکت کردن هم این مردانگی رو طلبگار است. حالت تکرار رو شاید اینجا انتظار باشند برای نمایش دادنش تا ببینن در اینجا چی اشتباه یا چی نقصانی وجود دارد. حالا نشان میدم. اینجا ضربه است. او ضربه پای است. زانو ضربه زانوی حقداد گلوف است به شکم رقیب. حالا تکرارا این حالت رو میبینیم.
анамин буд. баъд аз мате зарба буд тавассути зону ба шиками Кинҷаев. офарин, ин амале ки ба қавли дигар усули маҳбуби Гулов аст, аммо муқобили Кинҷаев ин ҳаракат такрор ба такрор иҷро мешавад, аммо натиҷа надорад. аллакай Кинҷаев ҳам хуб омӯхтааст Гуловро, медонад, вале Кинҷаев эҳтимол аст ки шидо гирад. бале, ин шумораи шидоҳо 1-1 аст. оҳо, наздик буд барои ҳақ дод то аввалин вазареро соҳиб шавад. ҳамин лаҳзаҳо ҳақ дод Гулов фаъол шуд. дар фосилаи наздиктарин куштин гирифтан барои ин паҳлавонон. наздик аст то голнуско ҳам барои ин паҳлавонон. ҳоло дар голнуско гӯштин. оҳо, сари китфи Гулов наздик. оҳо, баръакси ҳол вазаре астин ё на? инҷо ҳолати такрор, ҳолати зидди амал бисёр фаъолона буд. ҳоло дар ҳолати такрор мебинем. бубинед, анамин амале ки аз ҷониби Кинҷаев, бале, вазаре ба огузорӣ мешавад ва Кинҷаев ҳақдод Гуловро шикаст медиҳад. офарин, мо беҳуда Рауф Ҳикматовро васф накардем. Хурсан Табаралиев бар муқобили Муборис Назриев дар вазни то 60 кило бо ҳам меоянд ва аввалин ҳаракате ки даст надоштааст барои Табаралиев. акнун Табаралиев ки дар ҳоле ки даст надошт, Назриев маҷбур аст ки ӯро дар ҳолати қул тариқи пойҳо ва барои овардани паҳлӯ поча дорад, вале мати аст. Худоев барои Табаралиев маслиҳат медиҳад. Толибов барои Муборис Назриев. шидои аввал барои Табаралиев. Табаралиев бисёр хуб ҳаракат мекунад, вале ягона иштибоҳаш дар он аст ки дастро намегирад. бе даст гирифтан мехоҳад ки партоб кунад, аммо ин ғайриимкон аст.
برخورد این جفت سرعت افزا می شود. هر دو با یک شیوه تیز و تند میان یکدیگر گشتین میگیرن. خوب است حالت اسایکامی. ببینید اینجا پهلوانی کبوت پوشیده کینجایف نتوانست، نظریف نتوانست، امکانیت داشت ولی نفس تازه تبرالیف برای برآمدن از این حالت مشکل حالا این بار دوم است که برای تبرالیف شیدا نشان میدهند. حرکت های تبرالیف به نتیجه است، اما نظریف باشد از او دیده کردون تر است. حالا در مقابل یکدیگر اکنون شیدای سیوم تهدید بهر باخت است. دیگر حاجت برای زمین آمدن و افسوس خوردن نیست. در جای اشتباه کرده قبول باید کرد و ترک میدان کرد و دیگران را امکان پذیر. نظریف میرویم برای معرفی جفتی نو. سامان علاموف از سلاله علاموف ها بر مقابل خیرالله غنیزاده گشتین میگیرد. سامان یک زمان بسیار چست و چالاک گشتین میگرفت،
از سلوله علامفو شهر وحدت است. این جمله برادرزاده و خسرو علامف گوشتینشون بسیار عالی است. خب نمیدونم اکنون تو حال یازگر سامان چگونه اون گوشتین پیشتر خود را نگاه داشته بود، ولی قبلا بسیار گوشتین شجاعتمندانه میگرفت. غنیزاده خیرالله باشد و هم حرکت دارد. و حرکت‌هایش برای به دست آوردن امتیازها است. اوه فرین غنیزاده غنی‌تر است. سامان دیده سامانه که باید فرقیت گوشتینش از رقیبان احساس شود. پای در پای هجوم ها از هر دو جانب است. سامان علامف گوشتین ندارد. حالا غنیزاده باشد در مقابل او قوی ایستاده است. پشت پای حریف ضربه زدن به خاطر که سامان پهلو افتاد. اینجا اولین شیدا را برای این جفت نشان دادند. از تعتیمی برای غنیزاده برآمدن از تعتیمی معنای شیدا را دارد. اوه فرین و زاره برای غنیزاده. اکنون غنیزاده کارش را غنی‌تر نسبت به سامان انجام می‌دهد. علامف اگر با چنین روش گوشتین گیرد علام‌آور می‌شود گوشتینش. نو با قدر علامف فعال میشود. اوه بار دوم است که این نوبت
ایپون بود. هرچند که در اینجا داور اشاره بر اونجا خیرالله غنی‌زاده حالت تکرار را میبینند. این با تخت پشت است. فکر میکنم برعکس حال چه دادنی هستند. باز سر آمدن اینجا. علامه فکرون از اشتباه رقیب دست بالا می شود و جو رخلین است. رخلین داوره که درجه المپی است و این نبردها را نظارت میبرد. سامان کار خود را خوب سامان داد. اشتباه رقیب را دست بالا کرد. حالت تکرار را هم میبینیم. اکنون با قول یکی از چهره های گرانپری دوشنبه مرزاد صوفیوف با میدان میبراید. مرزاد صوفیوف بر مقابل امیر شایف اولین دیدار خیش را انجام دادنی است. صوفیوف بسیار عالی گشتین میگیرد. اینجا اکنون می رویم با دیدار نوبتی صوفیوف. بلال امیر شایف رقیب اولینی صوفیوف است. پهلوانی که سعودی است تاجیکستان را در مسابقه های بین المللی معرفی میکند. همون با قول همون از عقاب چنگالان زرافشان است صوفیوف. پهلوانان زرافشان خیلی قوی هستند. یگانه نفری که شاید با قد پس کشتین گیرد صوفیوف است. دیگر همه کی میره فارم را میشناسد. کی گلوفار را نمیشناسد. سلاله که با قد بلند هنر نمایی میکنند. در اینجا ایلچانینوف پهلوی مرتضی نشسته است. نزد آنها پهلوان مغول نشسته است و صوفیوف تاجیک پهلوانی که از هنر او و زادگاهی او ما برای شما معلومات دادیم. ببینید رقیب را کشاله کنم با یک وزر صوفیوف حالا در پیش است. جمشید لالخانوف برای صوفیوف مصلحت میدهد. ولادیمیر ایلچانینوف مربی که برای تاجیکان خدمت‌های شایسته کرده است. رسول را تربیت کرده است، کامرانشاه را تربیت کرده است، چندین چهره ها را تربیت کرده است. در گشتین جدای تاجیک برای تربیت نابسته از اون بعضی نقصان هایی که ما میگیم، ولی ایلچانینوف برای این ملت، برای جدای ملت تاجیک
خدمت کرده است. اینو ما خط زده نمیتونیم، تاریخ نمیتواند خط زند، چون که آن چیزی که در آینه است هر لحظه ای که خواهی اون آینه او رو برعکس نشان میدهد. ما باید همیشه رو به آینه باشیم. اون چیزی که در ماست در آینه تجسم میگردد. اون چیزی که زیبا است امروز میدان، ما زیبایی میدان میگیم. چیزی که امروز فدراسیون جودوی میهن حالت اصلی کامل صوفیوف بود ولی نشد. میگوییم که امروز اون شرایطی که فدراسیون جودوی میهن جودوی تاجیکستان اون کوشش و اون زحمت هایی که رهبر جوانش برای جودوی تاجیکستان میکنه، شاید 10 ساله ها ما این شرایط رو ندیده بودیم. این جای پوشیدن است. خب دوباره صوفیوف برای این عقاب چنگال زرافشان رقیب را فشار میدهد. 10 ثانیه لازم است تا اینجا دست بالا گردد. الکی یک وزری دارد، حاجت دیگر برای داشتن است. صوفیوف اوه اساس گذار گشتین جدا احتم رجبوف. آفرین استاد احتم رجبوف سالها باز در جودوی تاجیک می درخشد. اولین سنگ بینای جودوی تاجیکستان را احتم رجبوف گذاشته است. رزقیدین رجبوف برادری تو امروز برای جودوی میهن خدمت میکند. من سلاله رجبوف ها چون معلم چنینف خدمت های شایانی استادان در جودوی میهن بسیار است. صوفیوف دست بالا شد و به دور دویم رفت. دویم باره از حالت نفس تنگ کردن صوفیوف روی نوار بود. اکنون در وزن زیر 60 کیلو یک پهلوان از خارج کشور هم باقی مانده است که گشتین میگیرد. این میخائیل بلینوف است روی نوار. بر مقابل امیرجان عزیزاللهیف گشتین میگیرد. میخائیل اطراف رقیب چرخ میزند و عزیزاللهیف به میدان برآمده است. بلینوف جهد و تلاشایش بر مقابل عزیزاللهیف. مربی عزیزاللهیف داور ایرانی، مربی ایرانی در اینجا ایستاده است. حالا پرتاب یک وزریه برای عزیزاللهیف.
یک وزری عزیزاللهیف را پیش برد. اثر نو. اوه، میخائیل با غضب اومد از امتیاز رقیب. این بار دوم بود که قریب عزیزاللهیف عزیزی دیدگان شود. یکی از پهلوانان سبک وزنی که در همین وزن میگرفت. کی نمیشناخت؟ مسلیدین. مسلیدینه که در قهرمانی تاجیکستان رقم یکی وزنهای سبک بود. اوه، پرتاب های زیبا به نهایت دیدنی داشت مسلیدین. مخصوصا خطا نکنم سالهای 2019 یا 2020 بود در قهرمانی تاجیکستان چنان پرتاب های کرد که در همین وزن ها که همه در حیرت بودند. این بار دوم است که پهلو می آورد عزیزاللهیف میخائیل را و به خاطرش کف می کنند. این همین پهلوانی که روی میان رقیبان است. حالت تکرار. این مربی ایرانی شاگردان خوب تیار میکند. مخصوصا سهمیو در تیار کردن برادران مجیدوف خیلی کلان است. اکنون جفتی نو با میدان میآیند. این شرفی که ما گمان کردیم در قهرمانی تو جهان است. عمر شرف برادر ابوبکر شرف تازه قهرمان تاجیکستان میان جوانان وزن 60 کیلو حالا میان بزرگسالان هم مقابل علموف پنجشیر گشتین میگیرد. پنجشیر چست و چالاکی دارد ولی در مقابل عمر شرف چست و چالاکی کم به کار می رود. استادان و مخلصان دائمی گشتین، خواه گشتین ملی گشتینگیری است، خواه گشتین جدا است، استادان رو ما دائما در میدان های ورزشی می بینیم یا در میدان های صحرایی می بینیم. عمر شرف شیرانه به پیش حرکت کردنی است. اسراف شایف روی نوار بود لحظه پیش. مربیان و داوران از فدراسیون گشتینگیری تاجیکستان و حتی جهانی گشتینگیری اکنون مبارزه میان عمر شرف شیرانه مقابل علموف ادامه دارد.
پهلوانان شناخته کشور در اینجا حضور دارند. جیبوف در پهلوی سامان بود. اوه، این وزاری است برای عمر شرف. شیرانه حرکت کردن عمر همین است. سامان مصاحبه انجام میداده باشد. بهروز خواجه‌زاده پهلوی جیبوف نشسته است. بهروزی که تاریخ نویسی کرده بود از کشتن سامبو و یک راه مشکل و پرزحمت رو طی نمود. بعدا در این راه کمی خسته شد و دوباره در راه حالا قادر است. ولی سامان در تاریخ جدایی میهن نشان اولین بازی های آسیایی را آورد. حتی رسول باقیف از بازی های آسیایی مدال طلا آورده بود. این رو هم باید اقرار شد. ولی اون زمانی که رسول هم گشتین میگرفت بسیار رقابت میان پهلوانان کره اون زمان از ژاپنیا دیده کره ها پرقوت بودند، مخصوصا برای رسول باقیف لازم بود که پهلوانان ازبک، ژاپن و تو کره را شکست یا بعد مدال بگیرد. کلوب شهر پهلوانش روی نوار بود بابا جان لحظه پیش. پهلوان قد بلنده که در گشتن سامبو و در گشتن جدا هم شایسته است. خب اکنون عمر شرف رقیب را مجبور برای پهلو آمدن میکند، ولی این رقیب هم سرسخت است. هیچ برای تسلیم شدن یا پهلو آمدن روزی نیست. وقت به انجام میرسد. شرف را یک وزر دست بالا میکند. عبدالرحیم ناصرов Daler Qurbonjonov. احتم رجبوف در پهلوی شاگرد خویش قرچیوف شکرانه نشسته است. پویلت برداشته لنگیده نظرف میاد. چگونه با این پوی لنگ گشتین میگیرد. قربانجانوف از کنار کبوت با جداگی کبوت است و لنگان نظرف هم به میدان وارد شد. اگر پول داشته باشد پس کجا مجبور برای گشتین گرفتن میکنه. بزرگ طبیب ببیند اگر اجازه دید گشتین شد. اگر مدار گشتین نباشد چی حاجت برای مجبور کردن. میان هم دیگر اکنون پرتابی اوه بهترش عبدالرحیم ناظرов باید خود را اینقدر تشویش ندهد.
تسلیم می شود. دلرانه پای رقیب رو توسط پای خود مستحکم داشت و این معلوم بود و او دلر موند. معلوم بود از راهگردی نظروف که او مقابل رقیب الکی تسلیم است. اکنون این دومین دیدار مصطفی نوروف بر مقابل شریپوف است. این جفته که یک پهلوان مغول انکترش مصطفی و دیگر پهلوان کشور خویش رو یعنی محمد سعیدزاده رقیب را شکست داده بودند. اکنون بار دوم هستند که آنها میان همدیگر مبارزه میبرند. خب مخصوصا عبدالمنان شریپوف رو از دور اول دیده در این دور فعالتر است. حالت کمر داشتن. معلوم است که در اینجا عبدالمنان شریپوف فعالتر است. حالا که به هر دو پهلوان شده دادند. مصطفی نوروف هم چست و چالاکیش از رقیب کمی ندارد، اما عبدالمنان تجربهش بیشتر و بهتر است. خوب گشتین دارن. حالا چست و چالاکی میان این جفت خوب احساس می شود. برای چند لحظه دیگر گشتین گرفتند. نوروف مقابل شریپوف. مصطفی عبدالمنان. حالت اسایکومی نوروف نزدیک بود. خب بله، خوب بردن از این جهت است که داور باید اینجا نگاه کنه. در لحظه نوروف عبدالمنان شریپوف رو
نزدیک به بیهوشی آورده بود. حالا اثر اینا برقرار شد و این بار مصطفی نوروف است. این حالت بیهوشی آوردن نوروف شریپوف رو است. اکنون بوزاروف با نفس تازه بر مقابل کوکانشویف که دور اول پیروز شده بود مبارزه میبرند. با هم آمدن های این پهلوانان برای امتیاز اولین کوکانشویف رو موفق کرد با یک وزری. این وزر زیر احتمالیت می رود. دوباره می بینیم. واو، این باقی می ماند وزری. بالای سر آوردن. حالت لدودنی دست برای کوکانشویف.
چند حالت زمین آورده نتیجه نمیدهد. برای چند لحظه دیگر گشتین اینها ادامه می‌یابد. کمتر از 1 دقیقه دیگر گشتیم باقی مونده است از این نبرد. زمین خوب است. کوکنشویف بوازری سیومین شد و برای تهدید به اره بخت است. حالت لا دادن دست. کوکنشویف برای چند ثانیه دیگر راهش هموار خواهد شد. اکنون قواتف گشتین میگیرد با علیزاده. محمد صالح قواتف با جداگی سفید است و رقیبی و علیزاده باشد با جداگی کبوت میان همدیگر گشتین گرفتن را آغاز خواهند کرد. پرتاب و زر میگویند و قسمت ایپان میگویند. ایپان است. قواتف در وزن تا 60 کیلو قوه و قدرتش بالا است.
اکنون اینجا رحمان جمعیف پهلوانی ازبک بر مقابل غفورزاده دوره دوم میبرایند. جمعیف جمعیفی که هر ثانیه برای به دست آوردن امتیاز تلاش می‌ورزد. حالت را تکرار دیدن می‌خواهد داور مرکز. این جمعیف ازبک است، خیلی خوب می‌درخشد. اما اینجا فکرم گمان است وزاری. بعد از همین رقابت ما البته جای خود را عوض میکنیم. حالا باشد اکنون جمعیف رو میبینیم که خیلی درخشش شغلی است. هجوم‌هایش پای در پای باورینک است و با یک نیرو و قوه بلند گشتین میگیرد. امروز شماره زیادی مخلصان هم جمع آمدن برای تماشای نبردهای امروز. هم این جمله استادانی که ما بالا قید کردیم با چهره های شناخته گشتین بهر تماشای جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان صف کشیدند. اجمع داور جمعیف را بر مقابل غفورزاده باز رو برو می سازد. جمعیف که گشتینش از پهلوانان ما فرق میکند. ببینید چست و چالاکیش خیلی خوب است. سامان جیبف خواجه‌زاده بهروز سه که برابر نشستند در پهلوی مخلصان ما.
اینجا اکنون جمع بحث شد. 2000 به ایپال مبادل گردید و جمعیف رو به دوره های مین بعد برد. حالا ما دوستان عزیز ما گزارش خیش رو ادامه میدیم. دوستانی عزیز، مخلصان گشتنی جودو، ما گزارش مستقیم خود را از جریان رقابت‌های انفرادی پهلوانان 7 کشور دنیا و خصوصا ورزشگران کشورهای آسیای مرکزی و 2 دسته فدراسیون روسیه و کشور مغولستان در این دهمین مسابقات عنعنوی جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان شرکت دارند که ما رفت سبقت ها رو یک جای تماشا خواهیم کرد. 2 پهلوان تاجیک حالا در میدانند که اینجا با لباس های ورزشی سفید. نظریف حالا در هجوم است، پهلوانی که خلعت کبود دارد. مبارز نظریف مبارز در دیدار اول هم مبارزش چندان بد نبود در مقابل تبرالیف. در صورت مجلس نظیرف مبارز و گاه این لحظه ها هم اشتباه بعضی از آن جزئیاتی که ما پیش نظر می آوریم، البته از آن حالت هایی که خود مسئول تکنیکی در این سمت اندکی با فارغ بالی راه داده است. رفتی نیروسنجی پهلوانان حالا هم نتیجه بخش نیست. بله، در صورت مجلس در پهلوی من کارمندان تکنیکی فدراسیون جودوی تاجیکستان و برخی از متصدیان قرار دارند. بله، نظریف شکل درستی نسب نظریف این در صورت مجلس اندک اشتباه است در طرز چاپی که با ما دسترس کردند. کنجایف حق داد گلوف رو در دیدار اول مغلوب کرد. پهلوان خلعت سفید داشته و دور دوم رقابت های وزن تا 60 کیلو رو اکنون ما تماشا داریم. مرحله یک هشت‌نهایی رقابت پهلوانان وزنشان تا 60 کیلو حالا جریان دارد. حالتی با تخت پوش یا اسیکم با این نوبت گرفتن نمی شود، چون که رفتی اجرای این اصول چندان مناسب نیست برای این کار. رئوف حکومتов کاری امروزه شاگرد خود را چندان قناعت بخش ارزیابی نمی کند. این رو هم از قیافه اش فهمیدن ممکن است که کارگردانی را خیلی خوب عین مدعا با ما این چهره را پیشنهاد کرد و شاگرد جان محمد طالب و پهلوان کبود پوش باشد. حالا در روند تلاشش اشتباه کرد و زری را اکنون
قیافه رؤوف حکومت باز شد. کنجاو خیلی هم جدل و تلاشش در دقیقه سیوم وقتی اساسی ثمر آورد. از جانب پهلوانان ما راستی حرکت های کار در زمین جان محمدوف این طالب این هم سلاله پهلوانان سابق شهر وحدت هم جان محمد خال محمد طالب هم در قهرمانی جهانی هم گشتین سامبو و گشتین جودو جایزه دار است و فرزندانش راهی پیش گرفته پدر را هم خوب ادامه میدهند. جان محمد و باز دو برادر دیگرش هم به حیث مربی یکی در شهر دوشنبه و دوی دیگر در شهر وحدت فعالیت میکنند. این معلومات مختصر راجع به مربی پهلوان خلعت کبود داشته. نظر این طرز گشتنگری راستی خوب نیست. آیت الله خسرو شایف و مخصوصا آن چهره های که زحمتشان در گشتین و نتیجه هایشان هم در خصوص گشتین ملی خوبتر است از مد نظر کارگردانی با تجربه ما فیروز بختی بک دور نمیماند. امروز براسی آن چهره ها رو میبینیم و محمد شریف نجمیدینوف یک چهره و یک مربی دیگر هم این از دلشاد نام دارد از شهر کورلاب. استادان برجسته محمد شریف نجمیدینوف آخرین رقابت خود رو هم در مسابقات گرند اسلمی آذربایجان به نتیجه انجام داد و قهرمان جهان در رشته گشتین سامبو میان جوانان است. دستاورد را سال 2020 یا 21 اگر اشتباه نکنم در جمهوری ازبکستان مال خود کرد. با همین یک وزری کنجاف نتیجه دلخواه این دور را مال خود کرد و به مرحله 4-1 نهایی رفت. مرادزاده حالا به میدان میبراید و همچنین سامان علموف هم که بله ورزشگران موفق مرحله 1/16 نهایی. مرادزاده در دیداری اول آزاد بود. دو در بگ نام دارد، ثانیه سنج ندارد. من راستی درباره این پهلوان سفید پوش معلومات ندارم و سامان محمد بکوف رو سامان علموف رو حالا هم وردی زبان تمام مردم تاجیکستان نام و نسب این چهره است. سامان محمد بکوف که اولین مدال طلای بازی های آسیایی رو در رشته جودو به دست آورد. سامان علموف هم از سلاله پهلوانان علموف ها از شهر وحدت است. برابری جان محمد طالبوف مشق ورزی میکند. علموف در چمپیونات آسیا میان جوانان در سامبو جایزه دار است و سامان محمد بکوف را ببینید که واقعا هم کارگردان زیرک این چهره را از کجای زود پیدا کرد و در حقیقت قهرمانی و بزرگی کار سامان محمد بکوف با دلهای میلیون ها نفر مخلصانی و مردم شریف تاجیکستان نشاط و شادی آوردین. ترتیبی ماهرانه یا استکارانه استفاده نمودن کاری سامان علموف خیلی هم به مخلصانش پسند آمد. علموف از این مرحله نتیجه دلخواه را مال خود کرد و به دور دیگر رفت و در آخری 4-1 نهایی این چهره بله با کنجاف رقابت میکند. خواجه‌زاده بهروز در بازی های آسیایی هم خیلی جهد و تلاشش خوب بود تا مرحله نیمه نهایی جای سوم را گرفت. این پرتافتی
سامان علموف رو هم کارگردان یک لحظه منظوری ما کردن. همین لحظه خیلی مناسب و جالبی که برایش امکان پذیر بود و این هم خوب به انجام رسید. جمعبک شهیدوف داور درجه جمهوریوی از شهر ترسونزاده است و مهرزاد صوفیف یک تن از چهره های خیلی نمایان ناموری که در این یک سال اخیر خیلی خوب درخشید. صوفیف در مسابقات اولین گران پری جودوی تاجیکستان هم هنری والا نشان داد. بیرون از مملکت هم و در قزاقستان ما در مسابقات گرند سلم چگونه دیدیم که یک ورزشگر قزاقستانی رو 3 مرتبه با خیلی اصول جالب که وزری باید بهاگذاری میشد اولا امتیاز دادن، بعدا آن رو برگردانیدن. خیلی خصومت ها و ناجوری ها عیان بود. بله، اما مهرزاد صوفیف از این نهراسید، رو هفتاده هم نشد، کار رو به پیش برد. بسیار جوانی با تمکین و خوشمعامله، خاکسار و صمیمی است. راستی در هنگام تهیه یک فیلم نامه مهرزاد صوفیف ما در ناحیه جبار رسولوف این گفته ها را می توانیم که دیگر باره بله از همان لحظه ها خیلی خوب باز مشخص تقویت دهیم. صوفیف در کاخ ورزشی زرافشان ناحیه جبار رسولوف مشق ورزی میکند و تا 4 سال اخیر 3 سال اخیر که به شهر دوشنبه آمد و کار را در مؤسسه و در مکتب مخصوصی ذخیره های المپی رقم 6 تحت رهبری رزق‌الدین رجبوف خوب انجام داد. و اعظم میساید در دیگر تالار تمرین های پیوستگی خود را هم ادامه میدهد و در برابر شاگردان رزق‌الدین رجبوف هم توصیه دهنده کاری که ما میبینیم از این چهره ها و از این مربیان الکی در 2 سال اخیر خیلی هم افضلی و برتری و نتیجه های شایسته بهتر به نظر میرسند و خصوصا امام علی نورعلی که قهرمانی جهان را با پیروزی با سربلندی و در مسابقات گرند اسلم هم نتیجه شایسته و عالی به دست آورد و می‌سازد که در باره البته رشد و دورنمای مکتب مخصوصی ورزشی رقم 6 شهر دوشنبه هم که رهبریش رو رزق‌الدین رجبوف به عهده دارند اینجا باز هم ساعت‌ها حرف زنیم. اگر تحلیل های قبلی خود رو باز هم اثبات کنیم، بله از دیگر منطقه ها و از ولایت های سوخت و ختلان و ولایت مختار کوهستان بدخشان در قیاس با این مکتب خیلی هم الکی افضلی کاری مربیان بر علاس. مهرزاد به همان وزری چی قناعت میکند. ولی 2 دقیقه دیگر وقت هست و عزیزاللهیف امیرجان پهلوانی که در دیدار اولش ورزشگری روسیه را مغلوب کرد. کبود پوشی در میدان بوده و بعدا به این مرحله آمدین. رقابت های یک 8 نهایی هم که ما یک جای تماشا داریم. 30 نفر مدعی در وزن تا 60 کیلو امروز در 10مین مسابقه بین المللی جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با حریفان خود رقابت میکنند. این فرصت نیست که توقع باشد و این چهره ها رو هم ما خوبتر میدانیم و مخصوصا سید جمال علی مردانوف رو. این هم دست پروری مکتبی ورزشی ذخیره های المپی رقم 6
و امروز میتوان از این چهره ها باز هم به نیکی یادآور شد. علی مردانوف هنگام مسابقات با نفوذ شهر خوجند در مقابل کامرانشاهی استوپریان چی یک پرتافته که انجام داد و هنگامه های خیلی زیاد رو به میان آورد. و باز هم غنی جان این هم از ناحیه تیمور ملک و چند پهلوانان دیگری مردمی که اینجا منظوری ما کردم و حالا رقابت رو ما در این ثانیه های آخر دیده ایستادیم که مرزاد کاری را خواست در دقیقه اول انجام داد، دیگر رجوعش و کوششش هم ثمرآور انجام نمی‌یابد و ادامه تلاش آقای عطایی یک مربی برجسته ایرانی است که امروز هم شاگردی او همین چهره خیلت کبود داشته. همه از روی همان برنامه سازی مشخص سخن درباره عطایی مکمل. شاگرد عطایی چون لحظه که منظور کرده شد و اکنون صوفیوف دیگر رفت مبارزه خود را شدت دادنی نیست، چون که این هم یک واسطه دیگر، یک تاکتیک دیگری خود مرزاد صوفیوف است، چون که میداند که جمشید لالخانوف مربی که حالا در این فرصت این هم جمشید لالخانوف مربی مکتب ورزشی ذخیره های المپی رقم 6 است. همچون سونیا سنچ با مرزاد صوفیوف اینجا هم توصیه میدهد، دستور داد. اکنون کاری مرزاد آمد کرد به مرحله 4-1 نهایی رفت. حریف صوفیوف بعد چند لحظه معین خواهد شد و ما از نوارهای تکراری که اینجا هم محمد نور و فیروز بختی بیک منظور ما کردن یک بار دیگر توجه میکنیم به این لحظه که مرزاد امتیاز و زری رو چگونه به دست آورد. آخرین رقابت در مرحله 1/8 نهایی. داور از ناحیه ونج بچه‌بیکوف است. در آخرین دیدار مرحله 1/8 نهایی شیروف عمر به میدان برآمد و دلیر قربانجانوف. عمر برادر ابوبکر شیروف است. عمر و ابوبکر شیروف. نه، اینجا هم داور امر مته رو نشان داد با اشاره دست. بعد این رقابت های 4-1 نهایی شروع می‌گردند. قربانجانوف راستی معلوم است که تجربه چندان زیاد ندارد. راستی اون چهره ها اون نفرانی که به این مرحله آمدن درباره برخیشان معلومات نداریم. پیش از برآمدن رقابت ها باید خود مربیان هم موظف باشند. بیاید یک بار دیگر توجه میکنیم. عمر امر بچه‌بیکوف رو چندان خوب یا نشنید چی که تا به آخر مبارزه را ادامه داد. آزاد گذاشتن لازم نیست، چون این هم این کاری معمولی است.
چنین حالتها بسیار هم در جودو رخ میدهند که ورزشگر گمان میکند که فرصتی آزاد است، خود را آزاد میگذارد و الکی حریف از این خوب استفاده میکند. احتیاط کردن در کار و تا به آخر تلاش و مبارزه را هم ادامه دادن لازم است. بس شیروف اکنون مجازات کرده، برگه زرد دادند. آگاهی حرکت شیروف که عمر در چمپیونات جوانان تاجیکستان در ناحیه رشت خیلی مهارتش خوب درخشید. در همین وزن برنده مدال طلا شد و حق مبارزه را در مسابقه های بیرون از تاجیکستان به دست آورد. قربان جان فکر میکنم که حرکت خود را کاملا باید دیگر کند. شاید این رو هم قربان جانوف از ما خوبتر داند، اما اینجا هم تجربه است که بسنده نیست. در مقابل عمر بله داور هم مجبور شد به هر دو شیدو دهد برای سوست گوشتین گرفتنشان. امیدواری ها از شیروف زیاد است. عمر در میان جوانان یک شهرت الهیده دارد، اما رقیبش در فرصت خیلی مناسب قربان جانوف عمر جوان رو دریافت و ایپان به ها گذاری شد. خود کوشش کرد اما زیر چنگال رقیب ماند و ناکام شد. پهلوانی خلعت کبود داشته اکنون از این مرحله بله با صوفیوف این ورزشگر در واخوری های چهار نهایی دیدار انجام خواهد داد. واخوری های سهیل عزتوف داور درجه جمهوریوی از شهر کولاب، سابق پهلوان این منطقه، امروز دانشجویان جوانان در عرفه جشن با شکوه عید زبان دولتی بسیار هم با یک خوشنودی این نیروسنجی ها رو تماشا دارند. شماره مخلصان و هواداران گوشتین و کلی گوشتین ها در تاجیکستان خیلی زیاد است. پیروان پیشوای معظم ملت امروز هم این منطقه مجموعه با شکوه ورزش رو هم زینتی دیگر داده ایستادن. بسیار هم فرهنگ مخلصی هواداری این چهره ها که اکثرشان دانشجویان هستند بله بسیار فضا رو هم رنگین و جالب و ادامه کردند. در گلیم دیگر هم رقابت ها صورت میگیرند و مرحله چهار یک نهایی وزن تا 60 کیلو صورت میگیرد. سهیلی در وزن میانه گوشتین میگرفت در منطقه کولاب در چمپیونات مملکت بیشتر و زیادتر. سید مراد دولتوف یکی از مربیان ناحیه تیمور ملک دهه جورب قل را ما بیشتر میدانیم که با خود مربیانش و با پهلوانانش علاقه در تاجیکستان خیلی شهرت خاصه دارد.
نوروف مصطفی ورزشگری سفید پوش جمشید لولاخانوف با او تمرین میدهد و کوگانشویف عبدالله با خلعت کبود. مصطفی در مقابل پهلوان مغولستانی ظفر یافت در دوره اول، بعدا هم عبدالمنان شریف را در دوره دوم شکست داد و به مرحله سوم یعنی رقابت‌های چهار یک نهایی آمد. به هر دو سهیل عزتوف شیدا داد برای سست گوشتین گرفتنشان. گوشتینگیری هر دو پهلوان روسی جالب نیست. اجرای اصول ها از جانب هر دو پهلوان خوب به نظر نمی رسد. از سری و سین گرفتن کوگانشویف اکنون کارش باز هم طول نکشید، مجبور شد که راه دیگر رو پیشه کند، چون که مصطفی اکنون به هجوم میگذارد. اراده‌اش خیلی استوار است، اما بله نادرست یک طرفه داشتن هم در گوشتین جودو ممنوع از کوگانشویف مجازات شد. نوروف امکانیت خوب دارد، حالا برای پرتافت انجام دادم. بله این کار هم خوب انجام داد و زهر گرفت. بله مصطفی نوروف اکنون به پیش می رود. عبدالله وضعیتش مشکل شد، دوشیدو دارد. این از پسیوی هنری و یک بار دیگر از نادرست داشتنش دلالت میکند. اگر کار رو هم به مسئولیتانه انجام دهد از ادامه راهی مبارزه این مرحله بعدی محروم می شود. اما در دور تسلی بخش حق شرکت ورزیدن رو از دست نمی دهد. در صورت ناکامیش پهلوان کبود پوش رو در نظر دارم. مصطفی پوشناکی خواست حرکتی بله خوبی خود رو نشان دهد، موفق نشد. رفتی کار در زمین هم حال و ثمرآور نیست. چرا جوانان اینقدر خود را سست و کم فعال نشان میدهند؟ 4 دقیقه باید با سرعت گوشتین جریان گیرد، با سرعت. وزنگران باشد البته این مفهوم ماهیت حرکت ها باز هم دیگر خیل و در وزن 60 و 66 و 73 و همچنین 81 و جمع
و با استثنای اون 3 وزنی که شاید 90 100 جمع می‌شد. از حساب بزرگی وزن حرکت ها اندکی سست‌تر باشند، اما نتیجه ها دیگر. وقت به انجام رسید. مصطفی نورов در این رقابت اولی 4-1 نهایی موفق شد و به واخری های نیمه نهایی رفت. قواتوف محمد صالح و رحمی خدا جمعیف به میدان می آیند. امید رحمانوف داوری درجه جمهوریوی از شهر کلوب، مربی مکتب ورزشی شهر کلوب. محمد صالح قواتوف ورزشگری ناماشنا، چهره که خوبتر میدانیم این ورزشگر رو نسبت به جمعیف رحمی خدا. معلوم شد که رحمی خدا برای دریافت نتیجه های چمپیونات مملکت چندان تجربه و کوشش بسیار هم نکرده است که این چهره و تماشابینان هم آشنا نیست. کار در زمین از جانب رحمی خدا بله چندان صورت نگرفت. از پای داشتن این ممنوع از غیر قاعده است که رحمی خدا جمعیف این کار رو انجام داد و داور امید رحمانوف آگاهیش داد. حرکت محمد صالح کاملا باید فرق کننده باشد. رحمی خدا هم از وضعیت رها یافته توانست. حالا رحمی خدا جمعیف امکانیت دارد که حمله رو از قسمت راست ادامه دهد. یعنی به طرف راست گوشتن گرفتنش خیلی مناسب بود برای حرکت یا استفاده چند اصولی معمول. باز هم رحمی خدا در نگهداشت فاصله اشتباه کرد. ادامه تلاش پهلوانان در مرحله 4-1 نهایی است. داور اشاره نکرد. قواتوف راستی بسیار هم سست گوشتن گرفته ایستاده است.
اوه بسیار هم خطری زیاد داشت این حرکت. حریف جمعیف به سر افتاد. نه رفتی محمد شریف سلیمانov، صدرالدین نوبیدov اکنون استادان صاحب تجربه پیدا شدند. آهسته آهسته جایهای خالی مخلصان پر می شود. مسابقه دهم بین المللی جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آید به جودو امسال در ناحیه دنغره صورت گرفته ایستاده است. امید رحمانو با پرتافت آخرین به حرکت نهایی همین لحظه اینا توجه میکنند. چندان معلوم نشد حالا برای مشخص کردن کاری که محمد صالح در جریان رقابت چون رجوعش جهت پشتناکی هوا دادن خوب بود اما یگان امتیازی نیست. راستی من به جمعیف تشکر میگویم، چهره که چندان نامور نیست و در مقابل محمد صالح بسیار سزاوارانه مبارزه برد. حالا کنون محمد صالح این کار را باید هم پیشتر خاتمه میداد، پیشتر توجه برای همان صفت استفاده اصول ها میکرد. پهلوان ازبکستانی حالا بسیار هم در روند تلاش و تکاپوی این دور از خود یک مهارت یا ملکه بهتر و جالب هم نشان داده نتوانسته ایستاده است. کاری محمد صالح حالا هم در مقابل جمعیف خوب انجام نمی‌یابد. ورزشگران کشورهای آسیای مرکزی، مغولستان، فدراسیون روسیه، از جمهوری اسلامی ایران و از افغانستان هم پهلوانان در روز اول مسابقه جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مبارزه خواهند برد. دو تن از چهره‌هایی که حالا هم داوران و داور مرکز امید رحمانو هم برای معین کردن غالب تنقیسی میکشد. قوه برابری قوه پهلوانان جمعیف خود را در دقیقه آخری و در وقت اضافه هم خوب نشان داد. حرکت هایش هم خیلی زیادتر شدند و گشتین جودو در ازبکستان هم خیلی رشد کرده است و امروز هم این لحظه ها را ما در مرحله های پیشتر ابتدا از رقابت های 1/16 نهایی 1/8 نهایی خوبتر دیدیم که ورزشگران ازبکستان خیلی هم باید جسارت و هنر والا اینجا به پیش می روند.
شیدو با قوت و هر دو پهلوان اکنون شیدو داده شد و محمد صالح از حساب سلسله شیدوهای پیشینه که به جمعیف دادن دست بالا شد. راستی جوانی ارزنده، فردی که سزاوار هنرنمایی کرد جمعیف رو در نظر دارم. ولادیمیر الچرینوف، مصطفی ناصرов و غنی جان. حالا این حالت، این لحظه رو هم خیلی خوب مورد تحلیل و نظر قرار دادن. محمد صالح به دوری نیمه نهایی رفت و جمعیف حالا هم شانسی دریافتی جایزه برنجی را از دست نداده است. یعنی در مرحله تسلا بخش شرکت خواهد ورزید. توجه میکنیم به مبارزه دیگر. سامان علاموف خلعت کبود دارد. کنجایف اکبرعلی با خلعت سفید است. قوه آزمایی جفتی سیومی مرحله 4-1 نهایی وزن تا 60 کیلو. شیرعلی بازارов راستی سالهای آخر شاگردانش چندان نتیجه های بهتر رو هم به دست نآورده ایستادند و از مشکلاتی که این چهره را فراگیر بود، نبودن البته انشاءات ورزشی و تالار ورزشی که در چند جا اجاره بود و آهسته آهسته اکنون این هم به فعالیت مربی تاثیر خود را رسانید که شاگردانش به دیگر تالار رفتن. این هم یک توقف، یک از دست دادن اکثر آن ورزشگرانی که سالهای طولانی او تمرینشان داده بود و اکنون چی باید کرد؟ حالا نورسان بیشتر رو در یک تالاری معاصر کراکوس تمرین میدهد. نورسان سینشان تا 12 ساله را تعدادشان هم خیلی زیاد است و تجربه البته باز هم جای علاهیده خود را دارد. سامان را میبینیم که در مقابل اکبرعلی کنجایف حالا مبارزه میبرد. 1.5 دقیقه وقتی اساسی سپری گردید. اکبرعلی حق داد گلوف را مغلوب کرد در مبارزه پیشینه در مقابل نظریف. مبارز هم ظفر یافت و به این دور آمد. سامان باشد غنیزاده را در دوری اول شکست داد و مرادزاده دادربک هم از سامان شکست خورد. رؤوف حکومتوف کنجایف رو تمرین میدهد، همین چهره رو و سامان تحت رهبری چند نفر مربیان با هنر تمرین کرده است که یکی از آنها هم جان محمد طالبوف می باشد. حالا رفتی سبقت سامان در گشتن سمبو راستی زمان نورسی و جوانیش یک شهرتی خاصت داشت. هم منوچهر هم علیشیر علاموف ها سامان و باز هم چندین برادران دیگر که در میان سابقه داران حالا هم هنرنمایی میکنند. سابقه داران گشتینی هم جودو و هم گشتینی سمبوی کشور. تقویت کار سامان حالا چندان خوب به نظر نمی رسد. حرکت را برای استفاده اصول حلو که بیرون نکرد، کامیاب نشد. مبارزه کنجایف اکنون باز هم در
زمین ثمرآور انجام نیافت. نورسان آینده ورزش کشورند. بطن خلعت سفید جودو به بر کردند. این هم یک شفقت و رغبتی آنها را به کشتن جودو یک بار دیگر ثابت می سازد. شید و به هر دو فکر میکنم. بله این رو هم مشخصا انور عمرов اثبات کرد. جذابیت گشتی نیست. چرا؟ بسیار هم رو افتاده. آیا یک لحظه بسیار هم باید صورت افزایی در ادامه رقابت. حرکتی سومون بود فکر میکنم. داور اکنون خوبتر میداند. اینجا هم دو نفر کارشناس ورزیده از فدراسیون روسیه و جمهوری ازبکستان رهبریت فدراسیون جودوی مملکت به خاطر شفاف جریان گرفتن رفتی سبقت. بله و اکنون با علموف بسیار کارشناسان با درک مسئولیت لحظه های خیلی جالب را نوارهای تکراری را هم دیگر باره مورد توجه و تصنیف قرار میدهند و بعدا خلاصه گیری میکنند. این خیلی خوب است. نفر زحمت پیشه بله در کنار نمیماند. سامان علموف اینجا هم در واخوری 4-1 نهایی ظفر یافت. بر رقابت های نیمه نهایی راه خود را هموار کرد و اکنون نتیجه سبقت آخرین مرحله 4-1 نهایی رقیب سامان را معین خواهد کرد. یا صوفیوف بله یا دالر قربانجانوف. بله بعد اندک این همون پرتاف حرکت سامان علموف بود. جمعه شهیدوف داور درجه جمهوریوی از شهر ترسونزاده است. مهرزاد صوفیوف رو ما اندک پیشتر وصف کردیم. درباره فعالیت ورزشیش هم معلومات دادیم. فکر میکنیم ضرورتی تکرار کردن نیست. دالر قربانجانوف راستی ما درباره این پهلوان دیگری تاجیکستانی معلومات زیاد نداریم و در مرحله پیشین مقابل عمر شرف چمپیون مملکت در رشته جودو میانی جوانان خیلی خوب هنرنمایی کرد و ظفر هم یافت. نزدیک شدن لازمک برادر خلعت کبود پوشیده قربانجانوف دالر. این طرز استفاده اصول خاص به امتیاز نیست. یعنی امیدواری رو هم بیشتر کردن نمیتواند. نزدیکتر شدن لازم است. هر یک اصول اجرای هر یک حرکت به خود باز فرهنگی الهیده دارد، به خود قاعده های مشخص دارد. این گفته ها را هم مربیان و
استادان برجسته تصدیق میکنند. صوفیوف قهرمان جهان در رشته گشتین قزاق کورش است. صوفیوف مسابقات گرانپری بسیار برای صحافت نو کشد. گرانپری دوشنبه، بعدا هم در مسابقات گرانسلم قزاقستان دلهای مخلصان را به وجه آورد، اما اینجا باز هم رفتی میدانداریش راستی چندان سرعتناک نیست. شاید این یک تاکتیکای دیگر باشد یا یک راهی مکمل سازی زمینه های بعدی رقابت. اکنون این به صلاحیت رزق‌الدین رجب و جمشید لالخانوف اعظم میسایف وابستگی دارد. مربیان مکتب ورزشی رقم 6 شهر دوشنبه که تعداد شاگردانشان در همین وزن زیادند، در وزن 60 و 66 و بعدا 73 و دیگر چهره هایی که با میدان خواهند آمد. مهرزاد آن گشتینه که در گرانپری دوشنبه گرفت بسیار هم صفتی اجرای اصولهایش در سطح بلند بود، اما امروز آن صحافات را راستی ما نمیتوانیم که دیگر باره وصف کنیم، چون که حالا از این چهره دستپرور کاخ ورزشی زرافشان ما همان صورت افزایی را نمیبینیم. در بازی های آسیایی که حالا در جمهوری مردمی چین جریان دارد، مهرزاد هم بسیار امکانیت دریافت مدال برنجی را داشت. قربانجانوف حالا داخل را شروع کرد، برای اجرایش اندک توجه نمود اما کامیاب نشد. رفتی مبارزه در زمین باز اندک تقویت میخواهد. قربانجانوف نزد دکتر مسابقه می رود، اندک آسیب دیده است. فکر میکنم چندان جدی نیست اصابش. با مربیان با جوانانی که امروز بسیار هم شوق و رغبتی علاهیده دارند، ثانیه سنج صوفیوف هم ورزشگری که در کاخ ورزشی زرافشان ناحیه جبار رسولوف تمرین میکند و جمشید لالخانوف این مربی مکتب مخصوصی ذخیره های المپی رقم 6 شهر دوشنبه است. بله، امروزان چهره هایی که در منطقه های خیش موفق شدند و بعداً به این مرحله آمدند، البته باز هم از خود یک مهارت یا متانت و نتیجه های بهتر رو هم به دست آوردند، اما در قیاس به مهرزاد صوفیوف راستی آن صحافات یا فعالیت ورزشی رنگی ندارد، لیکن هنرنمایش خیلی ارزنده.
امتیاز ندادن به صوفیوف این افاده کسبیت خوبی این چهره را بار دیگر نشان میدهد. از ولایت مختار کوهستان بدخشان چهره هایی که اکنون آهسته آهسته کشف میشن، فرصت تکمیل دادن مهارت البته باز هم در مرکز شهر دوشنبه خیلی فراختر است. در ولایت مختار کوهستان بدخشان اگر باز ما هم قیاس کنیم اندک محدودتر، چون که اونجا ورزشگرانی که کسبیت بلند و باز هم موقع ارزنده و شایسته مسابقه های سطح باشگاه را داشته باشند انگشت شمارند. این هم بدون مبالغه. و اکنون به قربان جانوف هم شیدا داده شد. ادامه تلاش پهلوانان در وقت اساسی نتیجه بخش نیست. بله اکنون وقت ایلاوگی برای امتیاز طلایی اکنون هر دو پهلوان مبارزه خواهند برد. قربان جانوف اثبات کرد که نفر تصادفی نیست در این مرحله. در دهمین مسابقه بین المللی اکنون مهرزاد صوفیوف راسی با این طرز گوشتینگیریش پسند تماشابینان نخواهد شد و باید کاملا از خود یک استعداد دیگر، حرکت های دیگر و باز هم در اجرای بند و اسلوب های الهیده گوشتین جدا نمونه باشد. دقیقه اول وقت اضافه صوفیوف در روند مبارزه پایش را باید از میان پایهای حریف دور کند. قربان جانوف به او امکانیت نداد که این لحظه را هم خیلی سریع وقت کار را در زمین سرعت دیگر بخشد. آمادگی قوی جسمانی نقش الهیده دارد. اندکی بیمداری قربان جانوف به نظر می رسد از روی برخی از اطلاعاتی که ما در مسابقات دیگری ولایت مختار کوهستان بدخشان و خصوصا سرخانه اماموف هم در روند مشغولیت ها و باز هم دستاوردهای این چهره بیان داشتن. بله این اطلاع یک بار دیگر ما را اطمینان کرد که در مبارزه مهرزاد صوفیوف این چهره هم نفر تصادفی نیست. دقیقه اولی وقت ایلاوگی قربان جانوف از حساب کم بودن تجربهش در مسابقه های سطحی بین المللی بیرون از تاجیکستان اگر اینجا اشتباه نکند حالا هم بیمداری خود را رو پشت میکند، به پیش میرود. یک حرکت دیگر کردم. بله اینجا قوه‌ای که در همان لحظه هلاک داخله در همان حالت راست بودن حرکت بسیار صورت افزایی را باید تقویت میداد. هر دو خسته حالند. بله بیمدار شد ورزشگری خلعت کبود داشته. صوفیوف هم وضعش حالش چندان خوب نیست برای تشکیل کردن سلسله حمله ها یا فشار آوری سری وقتی. ببینید حرکت صوفیوف را که در ادامه مبارزه باز هم تقویت میخواهد. قربان جانوف و زری دیدن
صوفیوف از حساب تجربه این کارو خوب انجام داد، بدون مبالغه، بدون گفتگو. اونجا هم چهره الکی صاحب کسب بودن خود را نشان داد. Владимир Шасидаграм, Мохрёд Тазаловач, Куканшоев Абдулло, учительные схватки, Куканшоев Абдулло, Жумаев Рахмон, представитель Узбекистана, учительные схватки. Балчабеков, داوری جوان از ناحیه ونج است. مربی شهر روغون خسرو شایف چند تن از پهلوانان شهر کلاب و این دانشجویان مکاتب عالی ناحیه دنغره، پیروان پیشوای معظم ملت، یک گروه خیلی مکمل که امروز فضای میدان را فدای با شکوه مسابقات با نفوذی جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را هم شهامت و شکوه دیگر بخشیدند. بله، تاجیکستان همه کلکتیوانا بیان سخن دارم. با پیش نبی نورالی با آتابک در گلیم دیگر رقابت کرده ایستادند. صوفیوف اکنون به مرحله نیمه نهایی رفت و با سامان علموف نیروسنجی خواهد کرد. رقابت های تسلا بخشی وزن تا 60 کیلو باید در این گلیم صورت گیرند. کوگانشویف بسیار هم نبرد یا تلاش شدتناک در گلیم دیگر پهلوانان تاجیکستان و ازبکستان رقابت دارند. این و چهره هم از جمهوری ازبکستان است. جومایف با خلعت کبود و پهلوان ناکام مرحله 4 یک نهایی. بسیار هم اکنون ما شرح و توضیح اون گلیم رو نمیتوانیم که دیگر باره یک جا ببینیم، اما احساساتش خیلی خوب به نظر میرسد. کوکاندوف از تاجیکستان، جومایف از ازبکستان در مرحله تسلا بخش قرار دارند. مصطفی نوروف پهلوان ازبکستانی رو در مرحله 4 یک نهایی شکست داد.
جمعیف اکنون از حالت مناسب از فرصت خوب استفاده برد و زری را مال خود کرد. با توجه و با صمیمیت باید گفت که امروز هم از جانب دستاندرکاران و مخصوصا فدراسیون جودوی جمهوری تاجیکستان غالبان با انعام و تحفه ها قدردانی می‌گردند. پان اکنون در جریان مبارزات جمعیف توانست که از خود یک مهارت والا نشان دهد. بله، پهلوان ازبکستانی اکنون در مرحله تسلا بخش ظفر یافت و برای مدال برنجی مبارزه خواهد برد. یادآور میشیم که امروز هم از جانب فدراسیون جودوی جمهوری تاجیکستان غالبان با انعام و تحفه های عالی قدردانی میگردد. این لحظه ها را یک بار دیگر میبینیم و بعدا در این باره سخن میگوییم. وزنین ترین رقابت، طولانی ترین سبقت، دقیقه هفتمی وقتی ایلاوگی سپری شد. الان هر دو پهلوان هم پهلوان ازبکستانی سال پار با دریافت جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در همین وزن شرفیاب شده بود. پهلوانی که در گلیم دیگر است. هر دو دوشیدگی دارند و واقعا هم فضای جالب، عید متنتن و تنتنه جشن زبان دولتی بسیار هم با شهامت و شکوه خاصه در ناحیه دنغره صورت گرفته ایستاده است و این مسابقات جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان که سال دهم است، چون انعنه از سال 2013 تا این مدت دایر می‌گردد، در عرفه جشن زبان دولتی هم در ناحیه دنغره تجلیل گردید که بسیار شهامت خاصه داشت. دوستان گرامی، اکنون ما توجه میکنیم باز به رقابت های دیگری تسلا بخش وزن تا 60 کیلو. کنجایف رو ما دیدیم که در مبارزه با سامان علموف ناکام شد. ورزشگری سفید پوشی در میدان بوده و دلیر هم از مهرزاد صوفیوف با شکست روبرو گردید در مقابل این چهره در مرحله چهار نهایی و حق اشتراک در مرحله تسلا بخش را پیدا کرد. دلیر قربانجانوف کبود پوشی که از ولایت مختار کوهستان بدخشان است. حالا طرزی استفاده اصول ها باید که مشخص و طبق قاعده باشد. در حرکت قربانجانوف یک اشتباهی که دیدیم اینجا مجازات شد. برگه اولی ضربه او دادن شیدا. آی 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 کنجایف هم بسیار در حالتی پشت پا زدن یک حرکتی خیلی سرعتناک رو اینجا منظور کرد. حتی داور
дудилла шуд. барои баҳогузорӣ шубҳа дорад ки мабодо сарфи назар шавад амали ин чеҳра як бори дигар ба наворҳои такрорӣ таваҷҷӯҳ мекунем ки ин лаҳза боз ҳам имконпазир хоҳад шуд барои мушаххас кардани худи коршиносоне ки ҳоло интизори ин лаҳзаанд. На, довар акнун рақобатро идома медиҳад. ой ай ха кенҷаев ҳам бисёр моҳирона корро ба анҷом расонид. акбаралӣ кенҷаев ин чеҳра ба марҳилаи баъдӣ рафт, барои медали биринҷӣ муборизаро идома дода метавонад. рақобати дигари ниманиҳоӣ ҳоло сурат мегирад. рақобати аввали ниманиҳоӣ миёни мустафо нуров ва қувватов. муҳаммад солеҳ акнун аз пушти гиребони рақиб доштани нуров бесабаб нест, аммо чӣ дар ҳарос буд, дигар бора боз ҳам наздиктар нашуд. иштибоҳе ки қариб буд ба нокомӣ ин чеҳраро рӯбарӯ кунад ва зариро аз даст медод. андаке агар боз ҳам дифоъ карданро фаромӯш мекард. муҳаммад солеҳ ҳоло акнун ба ҳаракати баъдии худ дар партер эътибор надод. интизор аст ки боз аз рост рақобаташон идома ёбад. ҳамин тавр ҳам шуд. боз ҳам муҳаммад солеҳ таваҷҷӯҳ кард, аммо дид ки кор чандон муносиб нест барои ин ҳаракат ва зуд баргашту дифоъ намуд. 2 дақиқаи вақти асосӣ натиҷабахш анҷом наёфт. ба нуров шидо доданд барои суст гӯштин гирифтанаш. ва зари муҳаммад солеҳ корро хуб анҷом дод. дар оғози дақиқаи сеюм имконияти нигоҳдошти ба ҳолати тахтапӯш хеле хуб буд. дар кохи варзишӣ кангурт муҳаммад солеҳ тамрин мекунад. ҷон муҳаммад толебов
مربی او که حالا هم خیلی فکر و خیالش در دو گلیم بند است، چی شاگردش در گلیم دوم باشد یا توجهش به این سمت چندان بیش نبودین. حالتی که مشاهده کردیم می شود این لحظه هایی که یک بار دو نفر شاگرد به میدان می آید و مربی دیگر کدام سمت را انتخاب کند در شگفت می ماند. شیدو برای نادرستی این عملی که مشاهده کردیم این هم باز یک وزری دیگر است، وزری اواسطی پون. بله قواتوف کارو در این سمت خیلی خوب انجام داد و به مرحله فینالی رفت. سامان علامو و مهرزاد صوفی بعد چند لحظه دیگر در واخوری های دوم نیمه نهایی نیروسنجی خواهند کرد. سامان علامو با خلعت سفید ورزشگری شهر وحدت تا مرحله نیمه نهایی راه خود را هموار کرد و مهرزاد صوفیوف هم تا به این دور بله 1 2 3 غلبه به دست آورد و بار چهارم است که به میدان میبراید. رقابت بانوان در گلیم دیگر شروع گردید. ما نیروسنجی های پهلوانان را در مرحله نیمه نهایی وزن تا 60 کیلو تماشا داریم. صوفیوف یک حرکتی را اینجا هم شروع کرد، چندان مناسب نبود برای ادامه سبقت کار در زمین و حالا اکنون سامان خود را دفاع میکند، از وضعیت میخواهد که هر چیز زودتر رها یابد. کار در زمین راستی بله چندان به همان سطح ضروری یا لازمه نیست. این رو هم بیننده ذکی خوب احساس میکند. صوفیوف از این هم با صورت تیز میتواند گشتین گیرد. اگر به نتیجه 2 سالی آخری هر دو پهلوان یک بار توجه کنیم، مهرزاد صوفیوف راستی صحافت ورزشیش رنگین تر است. یک دلیل جایزه افتخاری گران پری شهر دوشنبه در رشته جودو، یک دلیل دیگر سال پر در قهرمانی جهان قزاق‌کورش و زری. انا این کاری دیگر لحظه های که بسیار سست و بی‌طرف پشت سر میگردند. صوفیوف از خود یک مهارت خوب نشان داد. دست پروری کاخ ورزشی زرافشان است، چون در این باره پیشتر حرف زدیم. زمانی که در مرحله 4 نهایی بسیار جرأت و تاب و توان شایسته را در مقابل دلیر قربانجانوف شهر خاروق نشان داد.
سامان امکان ندارد. بله فرصت های خوب برای مهرزاد فراهم می شوند، یعنی حمله های مهرزاد در پارتر هم زیادن کار در زمین صورت دیگر میگیرد. فکر میکنم که در آغاز دقیقه سیوم مهرزاد صوفی و زهده 10 ثانیه نگاه داشتن رقیب به حالت تخت پوش میبراید. بله وزری اواسطی پون با همین لحظه های خیلی جالب و دیدنی صوفیوف رقابت مرحله نیمه هایی را خاتمه گذاشت، چون که غالب آمد وزری اواسطی پون و به مرحله نهایی راه خود را هموار کرد و با محمد صالح قواتف در وزن تا 60 کیلو در مرحله نهایی دهمین مسابقه جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اکنون مبارزه خواهد برد. هواداران گوشتین جدای کشور، پیروان پیشوای معظم ملت در این کاخ محتشم با رفت سبقت با زیبایی و شهامت دیگر را ضم کردند. شاهدوف جمعبای داوری که کارگردان این چهره را منظوری ما کردند و این ورزشگر جمهوری ازبکستان با پهلوان ما سامان علموف رقابت میکنند. برای به دست آوردن مدال برنجی هر دو پهلوان رقابت اول را بله شروع کردند. یادآور میشیم که جمعیف در رقابت های 4-1 نهایی از قواتف محمد صالح شکست خورد و بعدا کوکندف را در دور تسلا بخش مغلوب کرد پهلوان ازبکستانی. انا همین سفید پوشه که حالا در مبارزه سامان علموف مقاومت کرد. راستی چهره سامان به گوشتینگیر شباهت ندارد، اما بسیار چالاک است. من اکنون ادامه شرح خود را باز مفصلتر نمیکنم. اکنون بیاید یک لحظه که سامان عمل کرد خواست پشتناکی این کار را انجام دهد پرتافته را، اما موفق نشد. سامان از مهرزاد صوفیوف شکست خورد. شد به هر دو پهلوان برای نادرست عمل کردنشان. حرکت های جمعیف رحمان خیلی خوب است. حالا برای یک قدم دیگر به پیش نهادن رحمان جمعیف جهد و تلاشش خوب به نظر رسید. سامان را می باید که در ادامه تلاش آخرینش باز هم مسئولیت داشته باشد و مبارزه را
باز هم پرشده‌تر، بله باز هم پرشده‌تر نماید. امروز برندگان زینه‌های سیوم افتخاری با مدال و دیپلم قدردانی می‌گردند و همچنین 11500 سومانی این مکافات پولی فدراسیون جودوی جمهوری تاجیکستان تأسیس داده شده است که با غالبان هر یک وزن 27500 سومانی، با مقام‌های دوم 16500 سومانی و با برندگان زینه سیوم مدال‌های برنجی دهمین مسابقات بین المللی 11500 سومانی مکافات پولی تأسیس داده شده است. سامان علم فکنون شیدای دوم را میگیرد. راستی گوشتنگیری از چندان با تماشابینان هم پسند نیست، چون در خصوص نمود ظاهریش چندان به پهلوان شباهت ندارد. یک قصه خیلی طولانی است که اکنون اینجا هم وصف کردنش فرصت زیاد دارد. در بر میگیرد. آخ 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 ها، انا این طرزی حرکت رحمان جمعه واقعا هم به مخلصان پسند است، اما هواداران پهلوان ازبکستان در این مجموعه کمتر هم. فضا آرام است. اگر این پرتافت را سامان انجام میداد در این کاخ محتشم دیگر از صدا و از تنتنه گوش فلک کر میشد. حرکت دیگری جمعیف هم وزیر باهگذاری شد. وزیر اواسط پون پهلوان ما از مدال برنجی این مسابقه در وزن تا 60 کیلو محروم گردید. بچه بیکوف دوباره درجه جمهوریوی از ناحیه ونج. پهلوانان دیگر رو حالا فرصت هم فرا رسیده است که به شما معرفی سازیم. این چهره هایی که در وزن تا 60 کیلو در یک دور ناکام بودند، هر دو بله بعداً برای صاحب گردیدن مقام سیوم افتخاری در این وزن حق مبارزه را پیدا کردند. کنجایف از سبقت تسلا بخش به این مرحله آمد. نوروف از واخوری های نیمه نهایی در مقابل محمد صالح قوتوف ناکام شد و بعداً به این دور راه پیدا کرد. کوشش پهلوانان الان در زمین شدت دیگر نمیگیرد، اندکی آرامی است. اینجا هم اصول خیلی مساعد کننده این بوقی کردن است برای تسلیم نمودن رقیب. این کارو کنجایف خوب انجام دادن نتوانست. راستی کنجایف رقابت ها را از گروه سی شروع کرد. اکرم علی حقداد گلوف را در دور اول مغلوب کرد. نظریف را در دور دوم از سامان محمد بیکوف در واخوری های 4-1 نهایی شکست خورد و در سبقت تسلا بخش قربان جانوف را
پهلوان بدخشانی رو ناکام ساخت و به این دور راه گرفت. بیشتر عادتی همیشگی امروز هم نام سامان رو که ما در این زیرگروه سی زود مشاهده میکنیم، ورد زبان ما محمد بیکوف است. باشد که این چهره هم استافته راه مظفریت محمد بیکوف را ادامه داده تواند، اما امروز نه. امروز در به دست آوردن مدال برنجی علموف ناکام شد و جای پنجم رو گرفت. سامان محمد بیکوف، تیمور رحیموف، بهروز خواجه زاده، سه نفره که در بازی های آسیایی شرف جدای میهن را بلند برداشتن به حیث مهمان فخری در این مجمع ورزشی حضور دارند. البته ما در رسم افتتاح این چهره ها را دیگر بار معرفی خواهیم کرد. گشتنگیری هر دو پهلوان تاجیکستان نورو و کنجایف حالا طبعی دیل نیست. حرکت که هست داور پسیو رو مشاهده کردن نتوانسته ایستاده است. حالا امکانیتی دریافت وزری فراهم شد برای نوروف و این کار رو هم مصطفی خوب انجام داده توانست. هم آگاهی دارد مصطفی و هم وزری. نه این طرزی که اکن سالی که نکست از بهارش پیداست. اون عملی که خوب اجرا می شود از حرکت اولش الکی خوب به نظر می رسد یا بعد الکی عیان است. اما این طرز دیگری کار در بالای گلیم نوروف مصطفی رقیب را خیلی خوب از حالت ضعیفیش پیدا کرد. وزری داشت وزری اواسطی و ایپون. نورو مصطفی و جمعیف هر دو برندگان مدال های برنجی وزن تا 60 کیلو شدند. دعوت کرده می شود قوادوف محمد صالح صوفیف مرزاد وزن 60 کیلوگرم وخری برای جای یکم. اکنون فرصتی آن شده است که ما قسمت فینالی وزن 60 کیلو را ببینیم. این مرزاد صوفیف است، این قوادوف است. قوادوف مقابل صوفیف برای نشان طلای وزن تا 60 کیلو با هم مبارزه میبرند. حالا صوفیف مقابل
وزن 66 کیلوگرم عبدالشکور اینجا قواتف با چنگال قوی خیش برای افتادن سوفیوف حرکت کرد. مخلصان هر دو زیاد هستند. قواتف بسیار چالاکانه حالا برای افتادن رقیب حرکت میکند. سوفیوف باید او نیز حرکت کند وگرنه با چنین حرکت کردن سوفیوف احتمال است که در اینجا پای در پای قواتف قوا گیرد از حرکت های خویش. نوبت دیگر اکنون ببینید چنگ میزند قواتف برای اوه این حالت برای سوفیوف دست رقیب را داشتن بود. چند هجومی پای در پای سوفیوف همچنین قواتف. رو برو یک دیگر میاند. رستم باقیف اوه همچنین معلم طالبوف قواتف را از کلوب ورزشی کان گرد، کان پهلوانان، کانی که پهلوان پرور است. همچنین سوفیوف پهلوان تاجیکی زرافشان است، آب زرافشان شده است. مرتضی رو میبینیم از کان گرد گفتیم. حالا این دست پروران کان گرد رستم باقیف مربی مرتضی حتی ایلچانینف هر نوبتی که بیاد برای قواتف مشق میدهد. سوفیوف مکتب جدایی تاجیکستان را مختص مخصوصا این پهلوان زرافشان ظرفشان است. استاد رزق‌الدین رجبوف اوه سوفیوف حرکت های پای در پای سوفیوف ببینید حالت تکرار رو بسیار عالی بود برای سوفیوف. من فکر میکنم این پرتاب امتیاز داشت برای سوفیوف. حالت تکرار رو میبینیم بسیار عالی کار کرد. برعکس برای قواتف قوت دهنده است پرتاب. نه هیچی نیست. اکنون نبرد ادامه می‌یابد میان قواتف و سوفیوف. بسیار چست و چالاک است قواتف، بسیار چست و چالاک میگیرد. سوفیوف کو درخشش در گران پری دوشنبه بود. یک پهلوان امیدبخش دیگر ما در اینجا نشسته بود، خلیلزاده صبحیدین. اکنون برای سوفیوف هم شدا دادند. محمد صالح برای کمربند پیدا کردن سوفیوف کوشش میکند ولی اینجا کمربند را خوب نمیدارد.
رها کردن پای برای صوفیوف امکان. نمیده. اکنون کار در گالنسکو می رود. شادمان رضایف برای صوفیوف مصلحت میده. کار در گالنسکو ادامه می‌یابد. حالا اکنون برگشت برای ادامه نبرد قسمت فینالی وزن زیر 60 کیلو. در اینجا صوفیوف تامای نگه میگویند که بسیار خوب میخواست با کارش برد، ولی افتیش محمد صالح قواتف بر شکم بود. حالت تکرار رو میبینیم. همین حالتی عجیب بود که از جانب صوفیوف با کار رفت. اکنون برگشت و عمل نیست. دویمین شیدا رو برای محمد صالح قواتف نشان داده. عکس العمل بود. عمل زیدی کار کرده محمد صالح قواتف. حالا ببینید نوبت دیگر برای چنگ انداختن. قواتف فعال است. حالا صوفیوف قوات پای در پای هجوم میکند قواتف محمد صالح. لولاخان جمشید لولاخانوف نزدیک به تاتامی است. اکنون پای در پای هجوم ها از هر دو جانب است. دو شیدا برای قواتف دادن، یک شیدا برای صوفیوف. محمد صالح لازم است که با پیش رود، ولی جوشمی شیدا رو برای قواتف نشان دادن و صوفیوف همین طریق برنده مدال طلا شد.
اولین برنده مدال طلا هم پیدا شد. Президент Федерации дзюдо Таджикистана, уважаемый Исмаил Махмадзоев и посол Японии в Республике Таджикистан господин Асихиро Маики. Mohamed के पदाधिकारियों के मकामी सहयोगी इफ्तिखारी नाहुमिन मुसोबिकोटी बाइनामियाली जो में प्रेसिडेंट जमहूरियत ताजिकिस्तान नमायंदे उज़्बेकिस्तान रहमान जुमायव व मुस्तफा नूरोव बगनियतनी ज़िनाई सहयोगी इफ्तिखारी शरफ योशुदा. Третье место в этой категории занимает Джумаев Рахмон из Узбекистана и Нуров Мустафа из Республики Таджикистан. Satiri Joko dar Taджикистан Ҷаноби Асихиро Маики ва нафарони муваффақ гулдастаҳо ва тӯҳфаҳои дигарро тақдим менамоянд. ҳамчунин барандагони медали сеюм медалҳои биринҷӣ ва 11500 сомона ҳам ҳабардорӣ мегарданд. Уважаемые участники, напомним, что призовой фонд в этой соревновании для третьего места составляет 11 500 сомонин. Победитель второго места сегодня получает 16 500 сомонин. дар сухнаи зафар варзишгари Орон соҳиби 27500 сомона И первое место в сегодняшнем соревновании получает 27 500 сомонин. Поздравляем! ва шарофати ғалабаи варзишгари Тоҷикистон суруди миллии Тоҷикистон ҳаминандоз мегардад. В честь победителя
Super